بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم محترم هموطنان عزیز و بینندگان بسیار عالی قدر. من در این صحبت خود قصد کردم اطراف بیماری های سرایتی و بیماری هایی که اصلا امروز دنیا را در زیر خطر و در زیر تهدید خود قرار دادن، از دیدگاه اسلام، از دیدگاه گفته خدا و رسول، برای هموطنان عزیز، برای کسانی که این نوار را میبینن، یک توصیه، یک نصیحت داشته باشم تا که همین توصیه ما شاید اندک هم باشد دستگیری و برای دور شدن از این بیماری ها سبب برای ملت عزیز باشد. دوستان عزیز، اسلام یک دینی هست که هیچ نکته نمانده است که او را حل نکرده باشد. عبدالله ابن عباس شاگرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عمک بچه پیغمبر هست، این مرد بزرگوار میگه روز من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم که حبیب خدا من را نصیحت کرد. عالی برادرای عزیز، شنوندگان بسیار عالی قدر، ماها مسلمان ها اولا باید به تقدیر باور داشته باشیم که هر چیزی در سر ما می آید تقدیر است. آن چیزی که خدا خواسته است ما او را نادیده علاج نداریم. عبدالله ابن عباس حبیب خدا نصیحت کردن، گفتن ای پسر بچه گوش انداز نصیحت این پیغمبر را. ببین حبیب خدا چی نصیحت کردن. این نصیحت خاصه عبدالله ابن عباس نیست، بلکه به تمام بشریت و تمام امت پیغمبر این نصیحت حتما ضرور است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نصیحت کردن که عبدالله بدان که اگر تمام انسانهای روی زمین جمع شوند بخواهند به تو یک نیکی بکنن، به تو یک خوبی برسانن، تا خدا نخواهد آن چیزی که در تقدیرت هست همون مقدار میتونن. از تقدیر اینها هیچ چیز زیادتی به تو منفیت رسانده نمیتونه. اگر همه مردم جمع شوند نقشه برای تو ضرر رساندن داشته باشند، و تو ضرر رسانده نمیتوانند مگر مقداری که در تقدیرت هست. مقصد از این سخن چی است برادر عزیز؟ این بیماریایی که امروز ماها خوف و خطر داریم، و مثل بیماری سیل، مثل بیماری امروز کووید 19 که کرونا ویروس در دنیا اعلان کردن، مقصد از این سخنیه که ما آن چیزی که خدا برای ما خواست است او چیز حتما در زندگی ما یا نیکش باشه یا غیر نیکش باشه، او چیز در حیات ما و شما آمده نیست. ما و شما نادیده امکان نداریم. به این خاطر فقط شریعت اسلام ما را برای احتیاطکاری مصلحت میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن در هر منطقه بیماری سرایتی پیدا شد، بیماری پیدا شد که او از انسان به انسان سرایت میکنه، مثل طاعونی که همین ویروسایی که امروز هست، طاعون اولاد همین ویروسی که امروز هست. این بیماری ها بیماری سرایت شونده هستند. خود کسل سیل یک بیماری است که سرایت شونده هست. خود این ویروسایی که امروز برآمدین همین یا اولادشون خیلی زیاد است. اگر همین نمود بیماری ها حبیب خدا گفتن در منطقه پیدا شد، هیچ کدام شما داخل او شهر نشید و کسی داخل او شهر است از او شهر بیرون نشود تا که دیگران را سرایت نکنه. اینمی خودش کرانتین اسلام است که 1400 سال پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مصلحت برای ما دادند. اما جای تاسف هم هست، جای تاسف هم هست که کسایی که به بیمار گرفتار شدن، به این حالتا خواب گرفتار شدن از حساب تقدیر الهی، ماها به جای اینکه نیکی بکنیم، خوبی بکنیم، به اونها دستگیری ها داشته باشیم، اما برعکس این خواب در دیار مسلمان ها خاصه در چنین حالا قیمتی زیاد می شود، خواب دستکشی ها زیاد می شود، دور ایستادن از دستگیری ها می شود، مردم خودشون یک طرف میکنن که این خیر جان ما و شما نیست برادر عزیز. ماها اون کسی که به این بیمار گرفتار شده است، به این بیمار گرفتار شده است
بهترش همین است که ما دست به دست کنیم، مقصد یکدیگر را در زیر تبابت بگیریم، در زیر دستگیری ها بگیریم. پروردگار مهربان همین سعی و کوشش ما و شما رو میبینه و به او رحم میکنه و شفا روان میکنه. ابو هریره روایت میکنه، حدیثی بسیار طولانی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن: الله فی عون عبد ما کان العبد فی عون اخیه. پروردگار همو بنده را کمک میکنه، همو بنده را دستگیری میکنه که او در کمک در دستگیری برادرش باشه. یک انسان بیماره، یک انسان ناداره، یک انسان ضعیفه، خب اگر ما دستگیری کردیم، پروردگار مهربان در زندگی ما برکت جا میکنه. پروردگار ماها را در تمام مشکلات من خدای مهربان دستگیری میکنه، در اساسی که ما به دیگران رحم کردیم. خدا خیر بده اونهایی را که به خلق خدا رحم میکنن، چی به بیمارش باشه، چی به فقیرش باشه، چی به خواب هر نوع انسانی باشه، خب دستگیری ها میکنن. این بسیار بسیار نیکی های زیاد داره، بسیار نیکی های زیاد داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن: انما ستنصرون و ترزقون بالضعفائکم. به حبیب خدا حدیث مبارکشان چقدر ما را توصیه میده برای دستگیری کردن اونهایی که کم دست هستند. حبیب خدا گفتن اگر شما بخواید در کارتان رواج پیدا شود، خدا برکت نصیب کنه، رزق شما را فراوان کنه پروردگار، شما برین از خودتان ضعیفا را خبر بگیرین. کسایی را که اونها مقصد چی هستند؟ ضعیف هستند، بیمار هستند، نادار هستند، امکانیتاشون ضعیف است. ماها که دستمان میرسه و دستمان در امکانیت هست، اونها را دستگیری کنیم. این بسیار بسیار مقصد خوبی های خودش داره. خدا هم رزق ما را فراوان میکنه، هم تن ما را صحت نگه میداره و هم در کار ما خداوند مهربان کشایش نصیب میگردونه. به این خاطر دوستانی که این نوا را میبینن، توصیه برادرانه ما همین است که همیشه در بر یکدیگر باشین، هیچگاه از بر یکدیگر دور نباشین و همیشه تقدیر از جانب خدا را ما باور داشته باشیم. تا خدا نخواهد از زندگی ما هیچ پستی و بلندی نمی آید. هر پستی و بلندی از جانب خدا هست. ماها که خوف و خطر نداشته باشیم، فقط احتیاط داشته باشیم که خب آنچه که شریعت گفته است یا که امروزه علم طب، وزارت بهداشت ما را مسئولیت ها میده برای پیشگیری ها، برای دور ایستادن مقصد احتیاطکاری ها، این هم اطاعتش واجبه، چون که اینا همش از دیدگاه شریعت گپ میزنن. همین کرانتین و همین فاصله گرفتن از زمانه حضرت خب پیغمبر این جانب مسئولیت ها هست. حالا میگه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه کسل طاعون پیدا شد، یعنی کسل سرایتی. یکی از صحابه های خیلی بزرگ بود، میگه به همین کسل گرفتار شد. حضرت عمر رضی الله عنه گفتش که تو مقصد ایمان فاصله بگی، باید بین ما و شما فاصله باشه 1.5-2 متر. در کتاب آمده است حضرت عمر گفت که تو 1.5-2 متر ایمان فاصله بگی تا که همین کسل تو سرایت نگذاره در دیگران. به خاطر این احتیاطا رو داشته باشیم. اما بهتری مقصد بلا را دور کردن در جمعیت بدنه. در اینه که ماها اونهایی که به بیماری گرفتار شدن اونها را دستگیری کنیم، اونها را مقصد کمک کنیم تا که پروردگار بلا را دور کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشان است که رحمت پروردگار بالای جمعیت است، بالای کسایی که در هر کجا دست جمعی برای حل و فصل اون مسئله اگر جمع آمدن، از یکدیگر نگریختن بلکه دلسوز یکدیگر شدن، حبیب خدا گفتن پروردگار رحمتش بالای همینا میریزه. پروردگار رحمتش بالای همینا میریزه. و ماها برادر عزیز اونهایی که امکانیت دارن دستشان برسه، خدا فراوانی براشان داده است، رزق و روزی فراوان داده است، دستگیری کنین کسایی را که در حالتهای ناخوبن. انشاءالله که اونها تنشان صحت شد، خواب یا که مقصد از وضعیت ناخوب اونها برآمدن، در حق شما یک کف دعا میکنن، دنیا و آخرتتون آباد میشه. خدای مهربان دعا کنیم که تمام ملت ما و شما را و تمام نسل آدمی زاده را که الحال زیر خطر هستند، دنیا همه را این بیماری تهدید کرده است، خدای مهربانی بیماری را دور گرداند. وطن عزیز ما را، سرزمین زیبای ما را و ملت بسیار عزیز و با فرهنگ و با رحم و دلسوز ملت عزیز ما را
پروردگار مهربان در پناه رحمتش نگه بداره و همه ما و شما را خاتمه هامان بخیر و از آفتهای آسمانی و زمینی خدا نگهبان باشه یا رب العالمین.